سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدی به کانال خودتون. امروز قرار ریاکت بریم به قسمت 6 عشق ابدی که ببینیم توش چی گذشته و حرفای بچه‌ها رو کنار هم بذاریم ببینیم کدومشون راست بوده کدوم دروغ. البته بگم ما باید یه قسمت جدا در مورد پویا و ستاره درست کنیم که ببینیم چی شده. همه بچه‌ها اومدن نسبت بهشون گارد گرفتن و عملاً به قول معروف ریختن روشون و دعوا میکنن باهاشون، همشون باهاشون طرفن. پویا مگه چیکار کرده؟ حالا بهش میپردازیم. امروز در مورد یگانه ولی میخوایم حرف بزنیم، ببینیم یگانه چرا صادقانه در حرف میزنه، چه رفتارهایی داره انجام میده، آیا مقصر هست تو این دعواها یا نه. بچه‌ها گرفتن روش و این وسط مظلوم واقع شده، ولی فقط چون صداش و تون صداش بلنده دارن بهش هیت میدن. خب میبینیم شاید اصلا مقصر بود. یگانه میگه چرا به من اون حرف رو زدی؟ چرا فقط من رو به شخص مخاطب قرار دادی؟ خب پویا اونجا همین الان براشون که کلیپو براتون میذارم نگاه کنید. بخواد ظرفشو بذاره اینجا. منم اولین نفر ظرفمو خالی کردم گذاشتم اونجا. منظورت با شخص من بود این نیست. شب یعنی چی؟ لطفا بذار صحبت بکنه. بذار صحبت بکنه. اینو نگفتم. منظورت با شخص من بوده یعنی چی وقتی من اصلا اولین اینطوری صحبت کنه که جواب نمیدم. خب این آفرین تموم شد. پس انگشت نگیر سمت من بگو. سیاست شما اینه. وقتی که اینجا حرفم ادامه داشت. حرفم ادامه داشت. بذار صحبتش تموم شه. اجازه بده صحبتش تموم. اجازه بده. اصلا این آقا گفته میکشم ایشون ستاره برداشته با هممون بوده، ایشون ناراحت شده، ستاره برداشته ایشون مگه پشت حق نیست؟ منم حرفم اینه اگه به هر کی این حرفو بزنه ریاکشنشو میده. ستاره برداشته ایشونو برده بیرون، به شما هم بگه قطعا همینه. پس اون لحظه ما اونجا حضور داشتیم. بذار اجازه. پس ما اون لحظه اونجا حضور داشتیم. ما به خودمون گرفتیم ناراحت شدیم. خیلی اشتباه گوش بده. ستاره برداشته ایشونو برده بیرون گفته چرا جعبه بی‌ادبی و خب دیدید که پویا بار اول میگه نه منظورم با تو نبوده، وقتی ازش میپرسه منظورت من بودم، و دفعه بعد حرف انقدر تو حرف داره میاد یه جایی داره بهش میگه نه منظورم تو نیستی. خب و یگانه خودش میگه خب آفرین درسته، پس منو باید انگشت نشون نده نگو منظورم توی. اما جالبتر میدونی کجاست؟ میریم جلوتر و بعد از اینکه دعوا تموم شده و بین خودشون دارن حرف میزنن، یگانه همش اصرار داره، قبلش اصرار داره که تو فقط منظورت با من بوده، چرا به من گیر دادی، چرا به من اشاره کردی؟ ولی پویا میگه بابا من منظورم تو نبودی، با همه داشتم میگفتم، تو اصلا اونجا نبودی، گذاشتی رفتی دیگه، من نمیگی اونجا گذاشتم، خودش نمیگه من اونجا گذاشتم رفتم. تهش میبینیم که دعوای ارسلان و امیر محمد هم سر همون حرفی بوده که پویا زده، باش طرف شدن و بحث کردن چرا به ما داری این حرف رو میزنی. دعوایی که بین این دوتا با پویا شده اصلا سر همین موضوع بوده، اون دوتا هم طرف شدن باش دعوا کردن و در واقع اصلا اون منظورش یگانه نبوده. یگانه عمدن داره به خودش میگیره و فقط میگه چرا فقط به من اشاره کردی. دوبار واضحا داره بهش میگه اصلا منظورم تو نبودی. خب به عمد داره این کارو میکنه، ولی در این که همش دنبال این که دوربین اون رو بگیره با حاشیه درست کنه شکی توش نیست. پس اینجا با توجه به گفته‌های خودشون که توی آخر و گذاشتم همینجا براتون که میگه منظورشون با همه بوده، یعنی خودش هم داره کاملا واضحا اعلام میکنه اونجا که با منظور با همه بوده، فقط با من نبوده، به همه گفته. وقتی به همه گفته و تو نفر اول ظرف تو اون طرف گذاشتی و اونجا نذاشتی، کارتو تموم کردی، پس قطعا تو جزءشون نیستی. چرا به خودت میگیری میای خودتو میندازی توی داستان؟ در حالی که دو تا از پسرا به خودشون گرفتن و باهاش بحث کردن و جر و بحثی که شب گذشته پیش اومده و توی ویدیو نبوده و اون دعواشون رو نداشتیم سر همین موضوع بوده. پس اینجا میبینیم که عملا یگانه فقط دنبال دعوا کردن و اینکه دیده شدنه و حاشیه درست کنه. بریم جلوتر ادامه کارهای یگانه رو ببینیم. خب
این تیکه رو ببینی؟ یعنی ایشون چرا تشدید داره؟ یعنی ایشون تو تیم دختراه؟ میدونم دیروزم داشتی میگفتی هر کدومتون نیاید تو این برنامه منو نمیدیدین از 2 کیلومتری خودتون. نگفتم. با آقای امیرحسین گفتم برو از کارگردان تشکر کن. چون اگه این برنامه نبود اگه تشکر نکردی بریم با هم تشکر کنیم. چه برسه بخوای تو 2 متری من الان چرا داری اون بحث رو دوباره پیش می‌کشی؟ بازی در آورد برای من. پسرایی یعنی الان راجع به تیم توضیح دادم، میخوای یک دور دیگه توضیح بدم؟ نه نمیخوام. ارتباطم احساس میکنم با دخترها خیلی بهتره دیگه. غیر مستقیم اینو داری میگی. من اونجا کلمه تیم از تو نشیدم. اینو نگفتی، گفتی تو تیم خودت. من تو اتاق میکاپ نگفتم رعنا که با من طرفه اصلا. اینو نگفتم. چرا بعدش گفتی؟ چون من هر کار نه اینو نگفتم. گفتم واقعا اینو گفتم تو تیم ماه. یعنی اصلا تمام گلم این بود که آقا رعنا من چرا کاری هم ندارم تو به من میزنی. بعد بیام بگم تو اگه تیم ما توی اتاق میکاپ در اومدی گفتی رعنا تو تیم خودمونه. ستاره هم در اومد گفت اتفاقا رعنا بی تیم ترین آدم اینجاست. یه بارم دیشب گفتی، دوبارم پیش پسرا گفتی. حالا من چیز بگم. دیدین بچه‌ها دنده دادن. جلوتر هم بازم بهتون نشون میدم که بعداً به ارسلان هم دنده داده. اینجا نگاه کنید، میاد دعوا رو با بقیه شیر میکنه. یعنی چی؟ امیر محمد رو وارد بازی میکنه یه بار به عمد. بعضی اینکه تیم میکنه میاد میگه چی؟ میگه امیر محمد یعنی تو تیم خانم هاست. اونجا امیر محمد وارد بازیش نمیشه و دیگه بحثو میبره جای دیگه، ادامه میده یه جای دیگه دوباره امیر محمد رو وارد بازی میکنه و میخواد بهش دنده بده. کجا؟ میگه اونجایی که به بچه ها گفته بودی که اگه تو این برنامه نبود از 2 کیلومتری منم نمیتونستید رد بشید. که پویا در اون رابطه یه توضیحی میده، میگه با بچهای دیگه نبودم، با فلانی فقط بودم. که امیر محمد اینجا بازی رو میخوره، دنده رو میگیره، وارد دعوا میشه، وارد بحث میشه. این یه مورد. و چندین بار هم اسم رعنا رو میاره که رعنا رو وارد بازی کنه، ولی رعنا مستقیم وارد نمیشه و حرفی نمیزنه. و حتی پویا میگه خب چرا رعنا خودش این حرف ها رو بهم نمیگه؟ اونجا جواب میده که رعنا استرس میگیره و حتی به خاطر اینکه بقیه بچه ها ارسلان هم وارد بازی بکنه بارها در مورد تیم حرف میزنه. مثلا پویا برمیگرده من میخوای یه بار دیگه به توضیح بدم داستان تیم شدن چیه؟ اونی که تو فکر میکنی نیست. ولی میگه نه نمیخوام توضیح بدی. تیم پسر دختر نه، به پسرها هم جداگونه اینو گفتیم بابا من با پسرها راحتم، مثلا منظور چیز دیگه ایه. هر چی توضیح میده نمیخواد این توضیح رو بپذیره. جالب اینجاست که میگه به رعنا گفتی تو تیم ماست، که پویا برمیگرده میگه بابا من اصلا گفتم با من طرفه. که من خودم تو قسمت‌های قبلی 1-2 جا ازش دیدم که گفت چرا رعنا با من طرفه، مگه با من چه مشکلی داره که هر جا من میشینم به من میزنه. و میگه تو اومدی تو اتاق میکاپ اینو گفتی. میگه بابا من برگشتم گفتم رعنا با من طرفه. وقتی گفتم با من طرفه چطوری میگم اگر تیمی باشه توی تیم منه؟ که رعنا که میگه ستاره پشت سر من در اومده، که رعنا برمیگرده آره ستاره هم گفته بی طرفه نگفته تیم، در حالی که کلمه تیم رو برای ستاره هم به کار برده بود یگانه. این یه جا از دروغاش داره در میاد که بابا این آقا نگفته تیم، گفته طرف. جای دیگه اونجایی که بعض این که به امیر محمد دنده میده که وارد دعوا بشه و امیر محمد دفعه میگه چرا اصلا پویا تو داری اون موضوع دوباره پیش میکشی؟ در که پویا پیش نکشیده بود. کی پیش کشیده بود؟ یگانه داشت اون موضوع پیش میکشید و این یه توضیح به یگانه داد. خب دقیقاً تو اون بحث و گیرودار خب قطعا پویا نمیگه بدم به این توضیح میدم. انقدر این موضوعهای مختلف و یگانه به عمد پیش میکشه و به جاهای مختلف میزنه، به خاطر همون آدم تمرکزش نمیمونه و قطعا پویا هم همین موضوع براش بود. همین موضوع براش بوده که بابا دارم این موضوع به این توضیح میدم که میگه نه داستان این بوده تو برای من شاخ و شونه کشیدی. و امیر محمد هم بلند میشه حرف میزنه میگه ببین تو اونجا به من نگفتی تیم. نکن یعنی حتی امیر محمد هم داره تایید میکنه ولی پیش ستاره یه جا دیگه گفتی. و میبینید که همه رو میخوان وارد کنن، همه رو دارن با پویا طرف کنن که چی شده که این گفته تیم، ولی خودشون هم امیر محمد
هم رعنا اعلام کردن این به ما اون کلمه تیم رو نگفته. حالا بماند که رعنا بیش از حد از پویا خوشش اومده، عملا کراش زده روی پویا، ولی خب نمیدونه چطوری بیان کنه، اعلام کنه، با اون رابطه بگیره، به خاطر این به مشکل خوردن. در این رابطه گفتم اصلا این قسمت در مورد پویا باید درست کنیم که این پسر چیکار کرده. که این همه توی ویلا روش گرفتن و باهاش طرف شدن و یگانه علاوه بر اینکه افراد زیادی رو وارد بحث میکنه و موضوعهای مختلف رو از جاهای مختلف و بیخودی وارد بحث میکنه و موضوعهای دیگر رو به هم سعی میکنه ربط بده، که تو قسمت‌های دیگه هم براتون میذارم که اصلا موضوع یه چیز دیگه است، بحث رو عملا عوض میکنه وقتی خودش گرفتار شده و میبینه خودشون وسط گیره، بحث رو میبره یه جای دیگه و سعی میکنه مظلوم نمایی کنه اصلا یه جاهایی، به اونجاهاش هم میرسیم. مشکل داره. من احساس می‌کنم تو مشکل داری. من تو که صبح با هم دیگه رقصیدیم، من چرا با تو مشکل داشته خب ولی من از صبح بعد از رقصمون احساس می‌کنم که تو من مشکل داری از بعد رقص. خب ببین من یه بار میگم مشکل ندارم، دو بار میگم مشکل ندارم، سومم بگو مشکل دفعه سوم میگم مشکل ندارم. بخوای اینجوری کنی واقعا باید مشکل دار میشم که بعدا نسوزم. من دارم حسمو میگم. خب کلیپ تینا رو هم که دیدید که تینا میگه من اصلا با تو مشکلی ندارم، که میگه نه تو با من مشکل داری. بابا من خودم دارم میگم با تو مشکلی ندارم، این هی تکرار میکنه مشکل داره، یعنی قشنگ داره میره رو اعصاب بقیه، به عمد داره این کارو میکنه. بقیه میگن بارها داره میگه من با تو مشکلی ندارم، الان مشکل من با تو چیه؟ تو نه کاری به من داشتی نه چیزی مشکل، نه من حس میکنم تو با من مشکل. میگه بابا صبح با هم رقص، نه بعد از رقصه با هم مشکل داریم. یعنی میخواد یه چیزی رو بگه و هی دعوا و جنجال ایجاد کنه، کاملا مشخصه. اما اونجایی که در مورد شرف حرف میزن تو همین قسمت میبینیم که یگانه میگه من اینو نگفتم، ولی اگرم اونو گفتم الان میام حرفمو اصلاح میکنم. خب و اینجا چون میدونه که ساناز و همایون توی بازش نمیرن و وارد این دعوا نمیشن باهاش، اینجا بهش پر و بال نمیده، در حد کوتاهی بهش میپردازه و به ضرر خودش این بحث رو ادامه دادن که ممکنه ساناز و همایون اصلا بگیرن روش، این بحث رو سری میبنده و موضوع عوض میکنه، در حالی که میدونه اونجایی که به ضررشه سریعا موضوع رو میبنده، چون میدونه احتمال داره ساناز برگرده بگیره روش که آره مقصر اونجا تو بودی. این یه تیکه رو با هم ببینیم که موضوع سعی میکنه سریع ببنده. تویی که الان زدی منم در من گفتم اگه کسی شرف داشته باشه راستشو میگه، من نمیگم شما بی شرفی، نمیگم ایشون. اینو نگم که مثلا چی میگم خودت بری بچسب پویا، ولی در میاد که پویا گفته تایپ هم نیست. بعد میخوام ببینم الان و امیر محمد گفتن که کجا در ستاره یه لحظه بایستید، ستاره تایپ منه ماه. خب هر کدوم اینو گفتن. اینو دیروز به من گفت عرفان اومده این حرفو زده. امروز الان اومدم اینجا گفتش که پویا جلوی بچه‌ها نشسته گفته من اصلا ستاره تایپ هم نیست که 1% بخوام روش فازی داشته باشم. گفتم خب چرا یه روز میای به من اونو میگیره؟ خب در ادامه بریم در ادامه حرفای امیر محمد رو داریم که دیدید کلیپش رو که امیر محمد میگه اونجا ببینم بعدن اینها خواستن با هم کاپل شن، این بهش پیشنهاد بده. عملا منظورش اینه ها. خب و اینکه ما به ستاره گفتیم که پویا گفته تایپ تو نیست، چه ریاکشنی میخوایم ببینیم از پویا و بالاخص ستاره؟ منظورشون همچین چیزی وقتی دارن با رعنا حرف میزنن و اینو روش تاکید میکنن و میگه دوست دارم این اصلا وترشه، که منظور از وترش شدنش اینه که این موضوع پیش کشیده شه، که صحنه بعدش رو داریم بچه‌ها رو بیرون میبینیم که ساناز و همایون و ستاره و پویا کنار همن و ستاره برمیگرده میگه خب تو اینو گفتی پویا، تو اینو گفتی، اصلا من با این مشکلی ندارم که تو اینو گفتی، من هیچ مشکلی با این ندارم، اصلا رو تو نظری ندارم. البته بماند قطعا دیدی روش داره، اینو منم نمیتونم بپذیرم که فقط دوستی، ولی خب اینجا دارن اینطوری بازی میکنن دیگه، میگه من بهت نظری ندارم. اوکی.
و حتی بازم دیدید تو این کلیپ دیگه‌ش هم دیدید که اصلا جلوی امیر محمد خودش هم همین اصلا اینو گفته من هیچی بینمون نیست. خب گفته باشه، مشکلی ندارم من باش، چون بین ما هیچ چیزی نیست. خب اون تایپش من نیستم، خب بین ما هم هیچی نیست، تموم شد و رفت. و جالبتر اینجاست که ستاره گیر میده میگه خب یگانه تو چرا دیروز داری میای میگی پویا، ارسلان و امیر محمد از من خوششون میاد، امروز جلوی رعنا برمیگردی میگی که پویا چی گفته؟ گفته ستاره تایپ من نیست. خب دو طرف متناقض، اولا نه یا اصلا پیش من نگو، حالا که میای چین چه دو طرف متناقض رو داری میای به من میگی؟ این یعنی چی این رفتار تو؟ میخوای چی رو ثابت کنی؟ که منم با این حرف ستاره کاملا موافقم. بعد خیلی جاها دیدید که برمیگرده میگه پشت سر من حرف نزنید. خب سوال، تو الان رفتی پشت سر پویا پیش ستاره 2-3 بار حرف زدی، چرا؟ تو که میگی بعد تازه بچهای دیگه میان میگی پشت سر من حرف نزنید، در مورد تو دارن حرف میزنن، بعد میگن یگانه بلند شو ببینیم چرا این حرفو زدی. میگی پشت سر من پس حرف نزد. تو خودت داری هم حرف میزنی پشت سر بقیه به شدت، هم داری حرف میاری و میبری، بعد به همه خورده میگیری، موضوعهای مختلف رو پیش میکشی. خب بریم صحنه دیگر رو ببینیم و شاهکار امروزش رو. ستاره اومده با شما صحبت کرده ارسلان که گفته 3 نفر از پسرها از من خوششون میاد. حالا اسم ببرم یا نبرم؟ تو دیگه همین الان خودم گفتم کیا. ارسلان، من عرفان. آره. من میخوام اینو بهت بگم، پاشو جلوی جمع همه رو جمع کن، جلوی هم شفاف سازی کن، این موضوع رو در بیار. بذار حرفم تموم شه. پیگیر این موضوع شو، برای اینکه شاید 1% یه نفر این وسط میخواد دو به هم زنی کنه، 1 نفر این وسط رفته گفته مثلا این 3 تا در صورتی اینجوری نبوده. شاید 1 نفر گفته باشه ولی اون 2 نفر دیگه نگفتن. بلند شو در بیار اینو. اون بلند شو خیلی شفاف با صبوری ستاره. خب اینجا بین بچه ها حرف در مورد اینه که کی اومده گفته که ما 3 تا پسر از این خانم خوشمون میاد. یکی داره موش میدونه این وسط دیگه، همه فکر میکنن و بالاخص امیر محمد خودش. خب که نکن این از طرف ستاره است، از طرف پویاست، از طرف کی این گفته شده و اصلا به یگانه فکر نمیکنن که یگانه اینو گفته باشه. امیر محمد رو میگم و حتی همایون و ساناز هم میگن آره کی گفته، که ساناز میگه احتمالاً ستاره داره به دروغ میگه همچین چیزی. میریم جلوتر و اصلا گر گرفته امیر محمد. جلوتر ارسلان میره من تتوشو در میارم، حرف میزنه، میگه پاشو برو تتوشو در بیار. اینو پیش یگانه میشینن و با هم صحبت میکنن و شاهکار اینجا میزنه بیرون. نگاه کنید خودتون. دارم میگم اون چه اصل و منطقیه، چون منم شنیدم، چون شنیدم به دخترا شنیدم گفتم آره. رفتی به ستاره گفتی ستاره خودش فکر کرده الان آره دیگه شو کرد دیگه آخه وایسا اولین نفر من ستاره نگفتم، اولین نفر داشتن میگفتن، اولین نفر من بهشون بچه‌ها بگو بیان تو. نمیدونم چه خبره، از زبون من نشیدم، از زبون تو نشیده. آخه اصلا مهم وجه این نشده. حالا این به کنار، من پشت تو یه کامنت بد میذارم، اوکی؟ تو روت یه نباید زیاد باید خوب باشم، میدونی؟ وقتی که مثلا پشت تو یه کامنت بد میذارم، تو روت میام میخندم باهات، اوج پست بودن یه نفر رو نشون میده. اینا رو بعدن میبینن ها، میدونی؟ تو این ویلا هم الان ماشاءالله همه به همه چی رو گفتن، هیچی سیف نمیمونه. مطمئن باشین الان یه سری‌ها یه چیزایی میدونن که اصلا نمیگن. کجا اومده؟ خب از کجا اومده که من از ستاره خوشم اومده؟ من گفتم؟ نه دارم سوال میپرسم. از کجا کی گفته اینو؟ اولین نفر کی گفته ستاره به؟ اون کسی که اولین نفر بهت گفته رو بگو کیه؟ یگانه گفتش که عرفان گفته بهش.
من واقعا تعجب، من اینو بگم یه لحظه. آخه من باید یه چیزی دیده باشه. آقا مثلا من خب کلیپو دیدید، علنا اعلام کرد و بیان کرد که من کجا شنیدم، تو اتاق دخترها، و من حتی اولین نفر نبودم که بهش گفتم، کسای دیگه داشتن میگفتن. یعنی چی؟ دخترهای دیگه میگفتن و توی اتاق دخترها شنیدم و من نفر اول نبودم. در که ارسلان گفته تو بودی، ولی اون گفت نه. میریم تو و بحث شروع میشه و ارسلان به در و دیوار میزنه. اول در مورد همه چی حرف میزنه، کار ما خیلی چیزها میدونیم، خیلی حرفها میدونیم، ولی نمیایم بگیمش این کارا رو نکنید. و داره به ستاره و پویا، بلخص به ستاره داره تیکه میندازه. آره تو پشت سر من حرف زدی یه سری چیزها رو، ما همه به هم گفتیم، همه به هم میگن این چیزها رو و ما میفهمیم، پس نکنید. حالا ادامهش رو که دیدی چیکار میکنه اونجا، میگم خب حالا کی گفته؟ اصلا ستاره اینا شاکی میشن. خب حرفتو واضح بزن، ببین منظورت چیه. تینا و ستاره شاکی میشن که برمیگرده میگه یگانه گفته که عرفان گفته. اینجا دیگه اصلا ارسلان اونجا قشنگ میریزه، میگه این طوریه. و بعد یگانه میگه من گفتم، ولی گفته فکر میکنم. بعد از این کلمه دیگه ادامهش نمیده، میگه تو چرا اینطوری ستاره، و بحثو میبره جاهای دیگه، اصلا بحثو خارج میکنه از این موضوع و میبینه اوضاع به ضررشه. تو که چند دقیقه پیش ارسلان چرا نمیای بگی چند دقیقه پیش یگانه تو برگشتی گفتی من اولین نفر نبودم، تو اتاق دخترها شنیدم. الان نه تنها تو اولین نفر بودی که گفتی، بلکه از یه پسر شنیدی. بعد در ادامه یگانه خودش اصلا بیان میکنه، میگه تو خیلی دوست داشتی این موضوعی که من به تو گفتم هی بیای بگیش، من میگفتم نگو، تو هی میخواستی بیای بگی. صبح به تو گفتم رفتیم جنجال شده، میکاپ کردیم اومدی دوباره اینو بیان کردی، چرا اینقدر میخوای این موضوع پیش بکشی؟ ارسلان رو ببین، یه اتفاقا ستاره کار خوبی کرده که گفتی، باید میگفتی که روشن میشد. ارسلان یادت رفت تو و امیر محمد دنبال این بودید که ببینید از کی این حرف در اومده، کی این دو به همزنی رو کرده، این به قول خودتون این دروغ رو گفته. خب بحثتون این بود. الان اون یادتون رفت ریختید روی ستاره، به ستاره دارید گیر میدید. الان چرا به یگانه نمیگید چرا داری این حرکت رو میکنی؟ تو که گفتی من اولین نفر نبودم، از دخترها شنیدم و دخترهای دیگه داشتن بهش میگفتن. چی شد الان؟ بعد موضوع میبره جاهای دیگه، موضوع دوباره پیش میکشه تو به رعنا فلان چیزو گفتی که چرا حرف آوردی، تو خودت چرا داری حرف میاری. حالا اینجا رو داشته باشید، یه کلیپ رو ببینید. مثلا من رفته باشم کنار ستاره، ایشون به من گفت من فکر کنم دو سه داشتی بیرون با هم دیگه صحبت. ولی یگانه تو نگفتی ایشون گفته من فکر کنم، خودت میدونی. عزیزم تو چرا اینجوری؟ چجوریه؟ من درست پیش داشتی میگفتی ایشون همه جاش ژل لباشم گوله خب چه ربطی داره؟ نه عزیزم من گفتم من پسری که تپال زده، 3 روز نشستم اونجا دارم میگم لبام تپال زده. اول کلیپ بهتون گفتم که این کارش دنده دادنه و موضوع عوض کردن. به محض این که ستاره حرفو میندازه، این برمیگرده چی میگه؟ میگه ستاره تو چرا این طوری؟ تو که دیروز میگفتی ارسلان ژل زده فلان کرده. ارسلان دنده رو میخوره، میره تو دعوا، تو بحث کاره من تبخال زدم و فلان زدم و بحث رو میبره جای دیگه. یعنی وارده چیزی که رو خودشه از رو خودش برمیداره میندازه گردن کی یکی دیگه، داستان رو وارد میکنه. این چه طرزشه؟ تو جواب این بده چرا این دو به همزنی رو میکنی، چرا داری فنگ میندازی این وسط؟ این دروغ رو به این واضحه گفته، ارسلان به اون گیر نمیده، این سریع چیز دیگه میندازه وسط که ارسلان اصلا فکرش از اون موضوع برداشته شه بره در رابطه با اون موضوع دوم که تو چای ژل زدی و این حرفا رو زدی با اون بحث. این همون آدم 20 ساله است. حالا کلیپو ببینیم. من
دیروز گفتم، حالا بعد ویدیوهاش در میاد میبینی، اصلا خودم خجالت میکشم راجبش حرف بزنم. تو جمع دخترونه بهش گفتم، الان دوباره اومده اینجا بازش میکنه. میگم پس تو چه فهمم که فلانی به من گفته، من فکر کنم که فلانی و فلانی و فلانی از ستاره اصلا اینطوری نگفت. منم اومدم به تو گفتم، تو چند بار به من گفتی برم تو جمع بگم، تو خیلی دوست داشتی اینو تو جمع بگم. اصلا اینطوری نگفت. تو جمع بگم، منم گفتم نه نگو. ببین اینطوری هم که نبوده باشه، یه همچین چیزی که بین ما بوده. حالا من اشتباه میگم، تو درستشو میگی، ولی تو امروز صحبت نکردم. خیلی گفتم من احساس کردم تو دوست منی، ولی عرفان که دوست من نبوده، که ارسلان که دوست من نبوده، که ما دختریم. اومدم بهت گفتم اگه با من صحبتی نداری لطفا پشت منم صحبتی نداشته باش. اگه با من صحبتی نداری پشت منم دیگه صحبتی نداشته باش. اگه با من صحبتی نداری پشت منم دیگه صحبتی نداشته باش. من عزیزم، من در مقابل یکی ادب دارم که ادب. کلیپو دیدی؟ صبح برمیگرده بعد از دعوای صبحشون که پیش اومده بوده، میگه اصلا من خجالت میکشم یه چیزی بگم. برگشتم یه موضوع من باهاش در میون گذاشتم، اومده اینجا میگه من بگم. میگم خب تو اگه بخوای حرف بین من و خودتو بری جای دیگه بزنی، چه فرقی با رعنا داری؟ صبح یعنی از صبح میخواسته اینو بگه که بابا این حرفو تو چرا زده، چون اصلا خودش هم اشاره کرد که از صبح میخواسته چند بار اینو بگی. من گفتم نگو، چون میدونسته چه گندی زده و نمیخواسته این اتفاق بیفته و گندش بیاد بالا. الان موضوع اصلا میکشه جای دیگه. بعد همایون و ساناز رو من درک نمیکنم. همایون تو اون کلیپی که صبح گذاشتم، این تیکه رو براتون میذارم مجدد، که صبح وقتی 4 تایی نشستن اونجا علنا داره ستاره میگه که آره یگانه به من گفته که عرفان اینو گفته این موضوع. چون همایون اونجا میپرسه با ساناز این حرف از کجا در میاد، اون میگه یگانه گفته که از عرفان شنیده. خب اینا درک نمیکنم. بعد اینجا دوبارم همایون میاد بالا، همش میپرسه من که از همه پسرا پرسیدم از کی خوشتون میاد، کسی رو اعلام نکردن. بابا گفته اصلا کسی با شما کار نداره. گفته الان چند بار بهتون گفته شما اصلا توی عالم دیگه ای تشریف دارید. همایون مثلا اصلا خیلی خوبید دیگه. در مورد داستانشون که پیش اومده بیرون که اینا قبلا کاپل بودن، نه حتی زن و شوهر. خب در موردشون حرفی نزنیم، حالا جاهای خودش که لازم باشه بهشون میپردازیم. و علنا بارها ریپیت میکنه، مثل همون جایی که برگشت پویا بهش گفت پسر تشدید نداره. بله داره. کلمه دوبار رو با تشدید و غلیظ داره بیان میکنه. تو 2 بار اومده این چیز رو بیان کرده. بابا اصلا الان موضوع یه چیز دیگه، چرا بحث رو عوض میکنی؟ چرا میبری رو دوباری که اون گفته، رو فلان حرکتی که اون کرده؟ خب همون پسری که اون اومده اینو گفته که موضوع بیان میکنه ارسلان باشه، میگه کار خوبی کردی گفتی. الان تو میگی نباید میگفتی؟ من الان بچه‌ها بهتون میگم کاری با ستاره فعلا نداریم، به ستاره هم میرسیم، ولی اینجا فعلا موضوع یگانه است. یگانه یه تنه همه رو به هم ریخته، دعواهای داخل اونجا، مشکلاتی که پیش میاد. عرفان هم که نگم واسهتون دیگه، عاشقشم اصلا، یعنی فقط دختر باشه، اصلا براش مطرح نیست که طرف چه رفتاری داره چی نداره، دختر باشه. اصلا تو قسمت‌های بعدی هم میبینیم فقط طرف دختر باشه. خودتون بگید دیگه اسمشو چی میذارین؟ ارسلان. بعد این موضوع که روشن میشه کیه و به جای اینکه بگه روی یگانه، میره با یگانه و رعنا داره پشت سر بقیه حرف میزنه. خب یگانه که میگه اصلا چرا پشت سر من حرف میزنه، که خودش استاد حرف زدن پشت سر بقیه، اصلا کانسپت اونجا همونه. بشین در مورد بقیه نظر بدی و پشت سرشون حرف بزنی، بعد میگه چرا پشت سر من حرف میزنی. ارسلان میزنه به کی؟ با ستاره کار نداره، میزنه به پویا. پویا ببین بهش دنده میداد، فلان میکرد، بهمان میکرد. حتی توی کلیپ ها دیدید که این موضوع که به ارسلان هم دنده داد. اونجایی که برمیگرده میگه
تو گفتی ارسلان اصلا تایپ من نیست، ژل زد و به لبش و فلان کرد که ارسلان اونجا شاکی میشه. یعنی موضوعاتی رو پیش میکشه که اصلا ربطی به داستان اون لحظه و حرفای اون لحظه نداره و عملا میخواد موضوع دعوا رو به جای دیگه ببره، اونجایی که خود زیر سوال میره رو حذف کنه و موضوعشو به حاشیه بکشه. کاملا در این زمین استاده. مطمئنی 20 سالشه؟ این قشنگ یه 200 سالی باید عمر کرده باشه همچین چیزایی بلد باشه. ارسلان حالا که بیرونه و دارن در مورد با رنا یگانه نشستن و در مورد موضوع حرف میزنن، داره عملا زیراب پویا رو جلوی رنا میزنه و این کارو چندین بار طی این قسمت ها انجام داده. خب بچه ها ممنون از اینکه وقت گذاشتید و اینو دیدید. ما خواستیم یه راوی باشیم که صادقانه موضوعاتی که پیش اومده بدون حاشیه در موردش حرف بزنیم. چون میگم ریاکت های بقیه رو دیده بودم و میبینم که میگن گروه تفلون، پویا و ساناز و البته ساناز و همانون که واقعا تفلونن ولی پویا و ستاره اینا رو یه دسته کردن با اونها و میگن اینا نچسبن و عملا یه طوری دارن نشون میدن که مثل اینکه یگانه آدم خوبه است. نه، یگانه آدم خوبه نیست. تمام دعوا و مشکلات اگه از طرف یگانه نباشه بالا بر 80 تا 90% یگانه داره یه تنه هندل میکنه و خیلی راحت به همه بی احترامی میکنه. ممنون ازتون که وقت گذاشتید. بریم تا قسمت‌های بعدی ببینیم چی میشه. روز و روزگار خوش و موفق باشید.